دو راه بیشتر نداری. یا میتونی تنبلی و امروز و فردا کردن هات رو ارتقا بدی و فقط اکسیژن زمین رو کم کنی و دی اکسید کربن تولید کنی، یا هم از این بلای خانمانسوز برای همیشه نجات پیدا کنی و بهترین نسخه خودت رو به بازار ارائه بدی. حتما تا آخر ویدیو با هم همراه باش که میخوام یکی از موفقیت آمیزترین روش‌های 200 سال اخیر رو برای رهایی از این وضعیت رو بهت بگم. دوست عزیز، بعضی وقتها علاوه بر انگیزه داشتن برای رسیدن به اهدافمون باید شرایطی برای خودمون ایجاد کنیم که مجبور به طی کردن مسیر اون راه بشیم. حتما تجربه کردی که برای انجام یک کاری گفتی باشه فردا انجامش میدم، من باید فلان چیزو یاد بگیرم. حالا کی بدونه؟ یعنی اون انگیزه هست ولی زمان انجامش معلوم نیست. هی امروز و فردا کردن و یهو میبینی 1 سال گذشته و دریغ از یه قدم که اونم بر نداشتی. حالا راه حلش چیه؟ برای درک بهتر این روش مختصراً سری میزنیم به زندگی نامه ویکتور هوگو. کاش بدونی که ویکتور هوگو فرانسوی که بزرگترین نویسنده تاریخ دنیا و شاعر و نمایش نویس هم بوده، اولش یه آدم فوق‌العاده تنبل بود، اما تونست با انجام یه سری ترفندهای جالب تنبلیشو بذاره کنار و به موفقیت بزرگی برسه. اون 28 سال سن داشت که قرار بود یک کتابی رو تا آخر 27 سالگیش بنویسه و تحویل ناشرش بده، ولی اینقدر تنبلی و تأخیر کرده بود که حتی یه خط هم ننوشت. ناشرش که عصبانی شده بود بهش گفت اگه کتاب رو تحویل ندی ازت شکایت میکنم. با کلی بگو و مگو ناشر حدوداً 1 سال بهش مهلت داد که کتاب رو تکمیل کنه. اون توی این مدت حتی 1 خط هم ننوشت. ناشر که از شدت عصبانیت داشت دیوونه میشد بهش گفت اگه تا 5 ماه دیگه کتاب رو تموم نکنی به ازای هر هفته یه مبلغ سنگینی جریمت میکنم. خلاصه ویکتور دید که قضیه کاملا جدیه و باید یه تصمیم مهم میگیره. اون رفت و یه جوراب پشمی بلند با یه بطری جوهر تهیه کرد و خودش رو توی خونش حبس کرد. لباسهاشو یه جای دور از دسترس گذاشت و جوراب پشمی رو پوشید و از صبح تا شب دیگه کارش شده بود نوشتن کتاب. شبها فقط برای خوردن شام و خوابیدن می اومد و گاهن پیشنویس‌هاشو برای بقیه میخوند و فرداش دوباره همین برنامه بود. این وضعیت تا چند ماهی طول کشید و در نهایت کتاب گوش پشت نوتردامش رو چند روز زودتر از موعد مقرر شده به اتمام رسوند و تحویل ناشرش داد. ویکتور هوگو تونست کتابش رو در 18 ماه اول به تعداد 3000 نسخه بفروشه و تا مدتها کتابش جزء پرفروشترین کتاب‌ها بود و هنوزم تا امروزه این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها در حیطه ادبیه. خب حالا وقتشه بدونی این تکنیکی که ویکتور هوگو باهاش به نتیجه رسید الان بهش میگن تکنیک حصر خانگی. این تکنیک 3 مرحله مهم و کاربردی داره که فقط الان بدون جوراب پشمی بلند انجامش میدن. فقط قبل از اینکه اون 3 مرحله رو بهت بگم ازت میخوام که کانال ما رو سابسکرایب کنی تا عضو همیشگی کانالمون بشی و با زدن زنگوله کنارش
اولین نفری باشی که از ویدیوهای ما اطلاع پیدا میکنی. خب حالا اون 3 مرحله مهم این تکنیک رو که باید انجامشون بدی. مرحله 1، باید در آینده این نزدیک برای خودت یه زمانی رو برای رسیدن به هدفت مشخص کنی. این کار باعث میشه که کارهات رو زمان بندی کنی و قدم به قدم تا زمان مشخص شده پیش بری. حتما شنیدی که میگن اگه برای کاری 10 روز وقت بذاری، اون کار رو توی 10 روز انجام میدی و اگه براش مثلا 3 روز وقت بذاری، همون کار رو توی همون 3 روز انجام میدی. زمانت رو طوری تنظیم کن که خیلی طولانی نباشه و از طرفی هم بتونی به درستی انجامش بدی. مرحله 2، در نظر گرفتن عواقب منفی انجام ندادن اون کار. برای بهتر نتیجه دادن این مرحله بهتره که اهداف و برنامه‌هاتو به بقیه بگی تا همیشه توی ذهنت باشه که ازم خواهند پرسید راستی اون قضیه رو به کجا رسوندی؟ مطمئن باش محرک خیلی خوبیه و فوق‌العاده میتونی ازش استفاده کنی. مرحله 3، کنترل کردن کارهای آینده از همین حالا که به شدت مهمه. خب حالا این چطوری میشه؟ به عنوان مثال یکی که میخواد رژیم بگیره و لاغر بشه، میاد از ظروف و حتی قاشق‌های کوچکتر استفاده میکنه تا اینطوری خوردنش رو کنترل کنه و کمتر بخوره. من خودم وقتی حقوقم رو دریافت میکنم، یه بخشش رو میریزم توی یه کارت دیگه تا هم از ولخرجی جلوگیری کنم و هم یه پولی ماهانه پسنداز بکنم. مثل ویکتور هوگو که لباسهاشو دور از دسترس خودش گذاشت تا فکر بیرون رفتن به سرش نزنه. باورت میشه ویکتور هوگو فقط با همون 5 ماهی که از این روش استفاده کرد تا همین امروز به یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا مشهوره. پیشینه ویکتور هوگو رو هم که شنیدی، پس حتما قطعاً و مطمئناً تو هم میتونی با این روش به اهدافت برسی. فقط کافیه همین الان به اهدافی که دوست داری بهشون برسی فکر کنی. خب برای هر کدوم زمانی رو مشخص کن. حالا فکر کن اگه انجامشون ندی چه بلایی سرت میاد و آیندت چه شکلی میشه. بقیه در موردت چی خواهند گفت؟ حالا فکر کن چه چیزهایی میتونن مانع رسیدنت به اون هدف بشن. تا جایی که امکان داره اونها رو از دسترست خارج کن. بهت تبریک میگم. این روشی که داری ازش استفاده میکنی نزدیک به 200 ساله که داره استفاده میشه و خیلی ها رو به موفقیت رسونده. به نظرت اگه ویکتور هوگو اون تصمیم مهم رو نمیگرفت و خودش رو جمع و جور نمیکرد، آیا هیچ وقت ویکتور هوگو میشد؟